اگه آبرسان به پوستت نمیزنی، بایدم انتظار داشته باشی که سنت بیشتر از اون چیزی که هست نشون بده. میدونستی بهترین آبرسان دنیا هیالورونیک اسیده؟ امروز میخوام بهت یاد بدم خودت توی خونه بهترین آبرسان و کلاژن ساز رو درست کنی. فقط قبل از اینکه بهت بگم حتما این پست رو سیوش کن تا گمش نکنی و بفرست برای اون دوستت که پوستش خشکه و بهش نیاز داره. برای درست کردن این ماسک آبرسان حرفه‌ای فقط نیاز داریم به دانه چیا و یه لیوان آب ولرم. یه قاشق چیا رو بریزید توی یه لیوان آب ولرم، 6 ساعت بذارید بمونه تا کاملا لعاب بندازه. 4 قاشق از این لعاب رو با یک قاشق ژل آلوورا و نصف قاشق گلیسرین ترکیب کنید. این ترکیب رو بزنید به پوستتون، بعد ببینید چه آبرسانی قوی برای پوستتون انجام میده. ولی اگه به دنبال یه راهکار قطعی هستی برای اینکه یه پوست روشن و شفاف داشته باشی، همین الان کلمه آبرسان رو برام ارسال کن.